ماهی گشتی پاکیزه است که خصوصیت‌های زیادی شفابخشی دارد. ماهی در بحر، دریا، کل و آبانبارها انکشاف می‌یابد. در تاجیکستان نیز برای پرورش ماهی دقت مخصوص داده می‌شود، زیرا ماهی برای سلامتی انسان و تازگی حوض و آبانبارها اهمیتی کلان دارد. در زمستان ماهی را داشتن تا اندازه دشواری دارد، اما در بازار ماهی فروشی نمودهای مختلفی ماهی به فروش گذاشته شده است. بهارا ممکنه موقفه وقتی زپری میشه تخمونی ماهی میشه ممکنه موقفه حاضر ممکنه حاضر خنک میشه شمال میشه و درآمد نمیتونه لطف کنه. فصل بهار ایام تخمگذاری ماهی ها می باشد. از این رو در این فصل ماهیداری منع است. متخصصان میگویند که در دریای سیر ماهی نظر به سالهای قبل زیادتر شده است. نرخ ماهی به فصل سال نیز وابستگی دارد. سودک ماهی بسوزن است. نرخ آن در بازار از 15 تا 25 سامانی می باشد. مار ماهی باشد 25 30 سامانی را تشکیل می دهد. علمی طب اثبات کرده است که ماهی یکی از غذاهای مهم محسوب می‌یابد. در ترکیب آن ویتامین‌های A، B، D و E موجود است که هر کدام آن بر ارگانیسم انسان ضرور و فایده بخش است. آید به خصوصیت‌های شفابخشی ماهی زفنون خواجه و دیرکتور مرکزی تشکل طرز حیات سالم در ولایت سوخت معلومات داد. در ترکیب ماهی روغن امگا 3 موجود می باشد که همه میدانند که بر ارگانیسم انسان چقدر فایده کلان دارد. وقتی که ما ماهی را استفاده می‌کنیم اصلا اون که در همین ترکیب ماهی روغن امگا 3 هست و از بیماری‌های به سرطان گرفتار شدن نگاه می‌دارد. و ما برای همین را توصیه می‌دادیم که هر یک نفر باید در یک هفته اقلا یک مرتبه ماهی را استعمال کند. شخصانی که ماهی را استعمال می‌کنند با بیماری‌های سرطان، دیابت قند، آرتریت یعنی بغم درد، برانخیت، بیماری روحی نفس کم گرفتار میشوند. ماهی، بحر و دریا خصوصیت‌های فرق کننده شفا بخشی دارند. زفنون خواجه میگوید که روغن ماهی برای پیشگیری از بیماری‌های سرطان خوب است. از نقطه نظر طب ماهی حتی سبب دراز عمری انسان نیز میباشد. البته استعمال ماهی کردن این به دراز عمری هم علاقمند دارد، زیرا وی نه تنها به سیستم عصب و کار دل فایده بخش میباشد. و خیلی که به همون معلوم است یپون‌ها نظر به امریکان‌ها که دراز عمرند آنها 3 مرتبه زیاد ماهی را استعمال میکنند. ماهی را در میان مردم غذای حلال میگویند. از آن به طرزهای مختلف غذا میپزند. ماهی را در بخ پختن فایده بیشتر دارد. در نتیجه در روغن بریان کردن ماهی خصوصیت شفا بخشی خود را گم کردنش ممکن است. وقتی که ماهی را در بخ میپزند البته وی فایده کلان دارد و حتی با اون نفرانی که مثلا گریم اگر معده آنها بیمار باشد که آنها خورده میتوانند، لیکن آن نفرانی که اگر معدهشون اذیت میکشد و درد میکند آن وقت زیرباندگی اونقدر فایده نمیتیاد، برعکس معده آنها ممکن درد کند. برای همین بسیار خوب میشد اگر آنها در بخ پخته شده را استفاده کنند. انسان باید حداقل در یک هفته یک مرتبه ماهی استعمال نماید. ماهی غذای سبک و شفا بخش است، اما نفرانی که فربه شدن نمیخواهند باید ماهی کم روغن را استعمال نمایند. آن در هر سن و سال فایده دارد، ولی مادران در وقتی به کودکان دادن باید جای لحمی آن را از سوزنش جدا کرده دهند. مثلا گریم برای پوشیدن صرف میکنند، آنها با خریدن ماهی اونقدر توجه نمی کنند، یعنی گویی که میگن سال گران بخش است. اگر نظر کنیم اونقدر نرخ قیمت هم ندارد، بگذار بسیارتر از ماهی استفاده برند، از خوردن ماهی. قدری که اگر انمی مادری حامله‌دار هم از خوراک‌های سیر غذا استعمال کند با اون کودکی که در بطن مادر است فایده کلان میرساند. ماهی غذای سالم است که ارگانیسم انسان به آن نیاز دارد، زیرا مهمترین ویتامین ها با خصوصیت‌های فایده آوری خود در آن موجودند. گزارشی سومن حامد و نسیم رحیم خبر.